2 3. سلام بچه‌ها. امروز یه پست متفاوت میخوام براتون بذارم در رابطه با فیلرهای ایمپلنت. ببینید شما هر درمانی که انجام بدین امکان داره فیل بشه، از یه ترمیم ساده گرفته تا عصب کشی تا حتی ایمپلنت. ولی تو ایمپلنت ها درصد فیل شدن خیلی کمه، یعنی احتمال اینکه این درمان موفقیت آمیز باشه خیلی زیاده. ولی داریم در مورد احتمالات صحبت میکنیم، به این معنا که مثلا اگه دکتر شما در ماه مثلا 40-50 تا ایمپلنت انجام بده، وقتی میگیم 1% امکان فیلر وجود داره، یعنی تو هر 2 ماهی شاید یه دونه از ایمپلنت ها فیل بشه. حالا یه دکتری اگه 100 تا ایمپلنت انجام میده، تو هر ماه شاید یه دونش فیل بشه. البته شاید. یه کیس جالبی که داشتم، یه خانم بود که 5 واحد ایمپلنت برای فک بالاشون کار کردیم در یک زمان و یک برند مشخص، و از این 5 تا یه دونه ایمپلنتشون فیل شد که اون ایمپلنت رو خارج کردیم. ولی مهم اینه که شما دکتری رو انتخاب کنین که مسئولیت پذیر باشه و اگر این فیل شد بتونه اینو هندل کنه، بتونه اینو درست کنه، جاگزین کنه یا هر کار دیگه ای. یا یه مراجعه کننده از دیگه ای رو دیروز داشتم که پیش یکی از اساتید من رفته بود جهت درمان ایمپلنت و 3 واحد براشون کار شده بود. روکش رو که تحویل داده بودن، ایشون میگفت که توی مهمانی ها و اینا وقتی من میرم عکس میگیرن و میخندم، یه شید خاکستری رنگ رو روی روکش میبینم. اینم در واقع یه جور فیلر حساب میشه تو بخش پروتزش، نه تو بحث جراحیش که میتونه به لابراتوار ربط داشته باشه. اینه که خواستم این نکته رو باهاتون به اشتراک بذارم. از درمان نترسین و دکتر خوبی انتخاب کنین. ان شاءالله همیشه شاد و پیروز باشین و ببینمتون. فعلا.